سفارت اوکراین در دوشنبه در جمع گروه از دیپلمات‌های خارجی، ساکنان و خبرنگاران فیلم مستند نوی را درباره نیم جزیره کریم نمایش داد. فیلم مقاومت کریم درباره آن نقل می‌کند که چگونه روسیه این نیم جزیره را سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمرو خود همراه کرد. داستان فیلم را آستین شارون، یک تاریخشناس آمریکایی، قصه می‌کند که زمان اشغال کریم به این نیم جزیره رفته است. با گفته ویکتور نیکیتیوک، سفیر اوکراین در دوشنبه، روسیه که کریم را قلمرو خودش نامیده گرفت، هیچ حقی سر این نیم جزیره ندارد. شما فهمیدید که از سر مردم بومی کریم یعنی تاتارها چی می‌گذرد؟ فقط همین مردم یعنی تاتارها حق دارند که کریم را وطن اجدادی خود نامند. آنها را در زمان جنگ جهانی دوم از اینجا بدرقه کردند، ولی با دشواری زیاد به وطن باباییشان برگشتند و حالا بار دیگر یک چنین فاجعه را از سر می‌گذرانند. نمایش فیلم مستند مقاومت کریم که با سرپرستی حکومت اوکراین به نوار گرفته شده است، اولین بار روز 16 ایول امسال صورت گرفت. دولت تاجیکستان تا کنون کریم را به حیث قلمرو روسیه اعتراف نکرده است. نمایش فیلم مستند در سفارت اوکراین در تاجیکستان به مناسبت روز محافظان اوکراین صورت گرفت که هر سال روز 14 اکتبر تجلیل می شود.